سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به جلسه دیگه. تو این ویدیو میخوایم درباره وصل کردن درگاه به سایت صحبت کنیم و مورد بعدیش هم درست کردن پنل پیامکی، یعنی اینکه چجوری وقتی یه مشتری خرید کرد یا ثبت سفارش کرد هم برای ما پیامک بره هم برای مشتری، یا اینکه حالا کمپین جدید داریم برای مشتری و مشتریان اون پیامک بره. قراره که ابزارش رو بهتون معرفی کنم. خب اول از همه برای درگاه باید چی کار کنیم؟ خب برای درگاه اول از همه نیازه که ما یه دونه شرکتی که حالا خدمات درگاه دارن رو انتخاب کنیم. میتونیم همینجا اصلا تو گوگل سرچ کنیم، برای مثال مثلا ارائه یا مثلا دریافت درگاه حالت زرگاه نوشتم، درگاه. اوکی، این دریافت درگاه. میبینیم چند تا سایت میان، زرین پال، آسان پرداخت، زیبال، اینا همه هستن. کلی سایت هست، آیدی پی. شما هر کدوم اینا رو دوست داشته باشید میتونید برید توی ثبت نام کنید. اینا هر کدومشون یه سری معایب دارن و یک سری مزایا. برای مثال مثلا من خودم از آیدی پی قبلا استفاده میکردم، همه چیش خوب بود. فقط یه چند وقتی از نزدیکی یه سالی فکر میکنم شده که توی بحث تسویه ها یه ذره دارن اذیت میکنن، مثلا 14 روز یه بار اینطورا تسویه میکنن. ولی خب اونجوری که من میتونم بگم الان واقعا یکی از بهترین درگاه پرداختی که وجود داره زرین پاله که میتونید استفاده کنید. نمیگم الان مثلا آسان پرداخت و زیبال بدا، نه، من تا حالا نه با زیبال کار کردم نه آسان پرداخت، ولی تجربه همکاری با زرین پال و آیدی پی رو دارم. جفتشون خوبن. زرین پال تصفیهش احساس میکنم بهتره. حالا شما اگر دوست داشته باشید میتونید برید مقایسه کنید ببینید کدوم اینا بهتره. شاید شما دوست داشته باشید با زیبال همکاری کنید، میتونید درگاه رو از زیبال بگیرید. ولی خب نوع وصل شدن به وردپرس و وصل شدن به سایتشون اکثرا یه جوره، یعنی که یه روش رو همش پیشه میگیرن. خب حالا ما میخوایم آیدی پی رو وصل کنیم به این سایت. حالا شاید یکی بخواد زرین پا رو وصل کنه و اینکه نگران نباشید مثلا دیگه هیچ آموزشی نباشه. این سایت ها خودشون همشون آموزش وصل کردن درگاه به سایت رو دارن توی سایتشون، چون اصلا جزء خدماتیه که باید ارائه بدن. ولی خب جزء سرفصلای این دوره هم هست. گفتم ما هم اینجا یه ویدیو رو بگیریم که حالا شناختتون بیشتر بشه نسبت بهش. اول از همه باید وکامرس نصب باشه روی وردپرستون، روی سایتتون. بعد اینکه وکامرس نصب بود میریم توی افزونه ها. بعد که رفتیم توی افزونه ها بعد دوستان یه چیز دیگه، مثلا میبینید اینجا جت انجین نصبه یا جت فیلتر نصبه ولی ما کار نکردیم. کلا من روی این سایت خیلی کارهای دیگه انجام میدم. تعجب نکنید که حالا چرا یه ذره متفاوتی، مثلا المنت پک برو مثلا چرا اینجاست، چون اینه مثلا یه کارهای متفاوت خودم رو سایت انجام میدم، اینا رو مثلا نصب میکنم باشه رو سایت. خب ثبت میکنیم تا افزونه ها بیان. باید یه افزونه دانلود کنیم. افزونهش چیه؟ افزونه خود آیدی پیه که می نویسی آیدی پی، که الان اگر بیاد یه چند تا مثال هم داره، یا اصلا میتونیم به صفحه خودشون رجوع کنیم. مثلا اینجا می نویسیم چه کاری می نویسیم پلاگین اسخایی میکنم من کیوردم انگلیسیه، پلاگین آیدی پی. ببینید وقتی شما وارد این وبلاگ بشید، این نه این یکی فکر کنم یه دونه خب اینه. آره میبینید این که توضیحاتشه. اینجا افزونه هاش میبینید. گفتم یه سری از چیزا برای فرما هست، منظورم این بود. حالا این ورم بیاد. حالا اینکه کار ما که باید اینو برای وکامرس نصب کنیم. خب
ولی یه چیز جالبی که هست اینه که گفتم یه دونه هست کانتکت 7، یه دونه افزونه که همون فرم 7. توی اون گفتم مثلا شما بخواید یه دونه فرم درست کنید که یه نفر بیاد درخواست مشاوره کنه، پرداخت کنه، برای مشاوره پول بده، میتونید اون فرمتون رو به آیدی پی وصل کنید به کمک این افزونه. گرفتید؟ پس اونقدر کار سخت نیست، همش یه افزونه است. و اینکه الان فهمیدیم که چقدر این افزونه‌های پرداختی چقدر به کارمون میاد و حالا با این فرم‌های با این افزونه‌هایی که مخصوص فرمن که جلسه پیش توضیح دادم چقدر کار خلاقانه‌ای میشه انجام داد، چقدر به درد بخورن. پس فقط کارشون ساختن یه فرم نیست، به کمک این افزونه‌های پرداختی که به کمک افزونه‌های فرم میاد ما میتونیم خیلی افزونه‌های همش شد افزونه میتونیم خیلی فرم‌های باحال‌تری درست کنیم. و اینکه حالا ما کاری با اینا نداریم فعلا، میخوایم برای ووکامرسشون حذف کنیم. و اینکه یه مورد دیگه هم بگم برای حالا درگاه و وصل کردن درگاه به سایت، همیشه موقعی درگاه رو به سایت وصل کنید که کار اون سایت تموم شده باشه. یعنی اینکه محصولات مثلا 5 تا محصول توش گذاشته باشید، طراحیش تموم شده باشه، همه صفحات کامل درست شده باشه، بعد شما برید درگاه رو اقدام کنید برای گرفتن درگاه. یعنی اینکه اقدام کنید برای گرفتن وب سرویس. وب سرویس چند جلوتر توضیح میدم. درگاهتون رو اصلا همین امروز بسازید. وقتی سایتتون کامل نشده همین امروز درگاه رو ثبت کنید، مشکلی نداره. فقط اگر اذیت نکنه ما بتونیم اینجا افزونایی که میخوایم و ببینیم. یا بتونیم فکر کنم اینجا میتونستم دانلود کنم. برگردیم اینجا گذاشته افزونه ووکامرس که نه، بریم پایین. فکر نکنم باشه اینجا. نه، پلاگین به افزونهای پرداخت فکر نمی‌کنیم باشه، بکنیم خود ووکامرس یا نه آیدی پیشه. خب بذارید ببینیم اگه از این ور درست نشد از اون ور دانلود کنیم خودمون. خب که سورس کدشه نمیخوایم همه دانلود میکنیم داشته باشه ببینیم چی داده بهمون. خب درست. اینو میتونیم اگر سرچمون اینجا جواب نداد میتونیم میدم که سایت گیت هاب نمیدونم باش آشنایید یا اگر تو محیط برنامه نویسید بوده باشید میدونید که چه سایتیه. سایت خیلی کاربردیه، میشه برای پروژه ها استفاده میشه، خیلی سایت خوبیه. خب مثل این که نمیاد. خب ما مجبوریم خودمون بارگذاری کنیم. میایم اینجا توی دانلودامون چیزی که دانلود کردیم و خودمون بارگذاری میکنیم. و اینکه خب حالا این که نصب میشه بذارید از همینجا فعلا پیش بریم که پیکربندیش کاری نداریم. خب بذارید پیکربندیش رو رد میکنیم. نه میخوایم برسیم به این قسمت. این تا این ور نصب میشه. اینو توضیح بدم، نمیخوام تایم ویدیو گرفته بشه، برای همین دارم از روی این قسمت توضیح میدم. این قسمت یه API کی میخواد. خب ما API کیمون رو چجوری میتونیم بگیریم؟ ما API کیمون رو اینجوری میتونیم بگیریم. خب میایم این ور. این الان درگاه آیدی پی منه. خب این درگاه آیدی پی منه. از تو این قسمت کناری منوهایی که داریم میریم توی قسمت وب سرویس های من. بعد اینکه رفتیم توی قسمت وب سرویس های من، خب من قبلا 2 تا وب سرویس گرفتم و یه دونه ایجاد وب سرویس جدید میزنم. خب اینجا میتونم به یه حساب وصلش کنم، یه عنوان براش بذارم و آدرس وبسایت هم بذارم. حساسیت نمیخواد، روش بازگشتم نمیخواد، یه آدرس وبسایت میخواد و یه عنوان ضروری. بعد اینکه اینو بذاریم ذخیره کنیم، خب این میره تو نوبت چک شدن. یعنی فکر میکنم 24 ساعت اینطورا نسخه میکنم با صدام گرفت
24 ساعت حالا شاید بیشتر طول میکشه که این وب سرویس تایید یا رد بشه. حالا چرا گفتم موقعی که سایتتون رو کامل کردید بیایید وب سرویس ایجاد کنید یا مثلا اون افزونه رو نصب کنید؟ چون وقتی شما درخواست وب سرویس میدی، کارشناسای آیدی پی یا هر شرکت دیگه میان چک میکنن سایت شما که ببینن آقا شما این وب سرویس و این API کی و این کلید API رو برای چی میخوای کجا استفاده کنی. میان تست میکنن آیا سایت درسته، یه وقت به قول مثلا اسکم یا مثلا همون دزدی سایبری چیزی تو کار نباشه. میان همه اینا رو چک میکنن، اگر سایت مشکلی نداشت بهتون یه دونه API کی میدن. API کی هم بعد از اینکه تایید شد، اینجا قسمت عملیات ها مقدار API کی مشخصه که میتونید وقتی بزنید خودش کپی میکنه براتون مقدار API کی و میتونید برید توی اون افزونه پیستش کنید. حالا ما بیایم اینجا فعالش کنیم. مثلا فهمیدید که API کی چیه و چه موقعی باید بگیریم ما حالا این API کی رو. خب ثبت میکنیم تا افزونه فعال بشه. بقیه چیزا هم حالا بذارید اینا هم توی چیز توضیح میدم توی کار. فقط این افزونه فعال بشه بعد بریم ادامه کار. خب دوستان، بعد اینکه نصب شد توی ووکامرس این قسمت پیکربندی، دوباره فکر میکنم باید وایسیم تا لود بشه. خب بعد از اینکه این صفحه لود شد میایم قسمت پرداخت ها و بعد از اینکه حالا صفحه پرداخت ها لود شد اونجا باید مشخص کنیم که چه متد پرداختی رو میخوایم، مثلا روشن باشه یا فعال باشه غیر فعال باشه. الان لود بشه بیشتر متوجه میشید، یعنی بهتر متوجه میشید که در واقع چی کار میکنیم توی این قسمت. اگر بیاد خب بعد اینکه صفحه لود شد میایم اینجا میبینیم که یه سری امکانات خودش داره و یه چیزی هم اینجا جدید اضافه شده، آیدی پی. خب ما این که روشنه خودش فعال شده است، ما میایم مدیریت رو میزنیم. بعد اینکه مدیریت رو بزنیم وارد همین وارد همین عکسی میشیم که اینجا هست. الان هم میرسیم به همین عکسی که اینجا دیدیم که ما اینجا API رو توضیح دادیم. میبینید ما اینجا خودمون API رو توضیح دادیم که چیکار میکنید، چی باید API کی رو بگیرید. گفتم که باید برید از آیدی پی و اونجا حالا API کیتون رو بگیرید و ثبت میکنیم تا بیاد، تا حالا رو وردپرس خودمون هم مشاهده کنیم ببینیم آیا همچین چیزی رو برامون میاره یا نه، فرق میکنه. خب میبینیم که میاره همچین چیزی رو، انیبل یه تایتل داره که تایتل مهم نیست، دیسکریپشنش هم مهم نیست. این تایتل و دیسکریپشنش خب اینو باید فارسی کنید، پرداخت با درگاه آیدی پی، دیسکریپشنش مثلا توضیح، مثلا همینو بذارید تو ترنسلیت فارسیش کنید بنویسید، مشکل پیش نمیاد. این کجا میاد؟ این توی سبد خرید، توی چک اوتی که داشتیم درست میکردیم برگه پرداخت نوشته بود هنوز پیمنتی وجود نداره، توی باکس نارنجی رنگ اونجا میاد، این توضیحات نوشته میشه، عکس آیدی پی میاد و میتونم پرداخت کنم. API کیو که گفتم سند باکس همون حالت تستی سایته و اینم که برای کامپلیت. خب پایش نمیذاریم کامپلیت باشه و اینجا هم که اینم دوباره باید فارسی کنید. چیز شما سفارش شما موفقیت آمیز بود، شماره سفارش یا آیدی سفارش شما مثلا انجام نشد، لطفاً با ادمین سایت در تماس باشید برای حل مشکل. یه همچین متنای خودتون میتونید اینجا بنویسید، یعنی کار سختی نیست، یه ترجمه میخواد
و همین. وقتی اینجا شما یه API کی بدی و اینو ذخیره تغییرات بزنی، سایت شما به درگاه وصل میشه و هیچ تغییر خاص دیگه ای نمیخواد انجام بدید. خب این شد پس از سایت ما. میرسیم به مورد بعدی. مورد بعدی پنل پیامکی. پنل پیامکی هم سایت های زیادی هستن که به ارائه میدن پنل پیامکی. بدید بیام پایین. پنل پیامکی کلی سایت هست، میتونید حالا این پنل پیامکی کلی سرچ کنیم چی میاد. سایت ملی پیامک هست، فراز SMS داتایار، کلی سامانه هستن که پنل پیامکی در اختیار ما قرار میدن. من از بین اینا فقط با ملی پیامک کار کردم و از نظر منم جز از بهتریناشه. حالا هر کدوم اینا بازم میگم یه معایبی دارن یه مزایایی دارن. مثلا نمیدونم چه کدومه که از ایناست، ولی میدونم یه سایتی هست که شما بخواید مثلا پنل پیامکی بگیرید نیازی نیست توش ورفای کنید، نیازی نیست مثلا عکس کارت ملی بفرستید و اینا، ولی خب برای ملی پیامک نیازه. شما باید احراز هویت کنید، مدارکتون رو بفرستید و اینکه یه همچین معضلاتی رو داره اولش تا پنل پیامکتون رو بتونید راه بندازید. ولی خب از لحاظ کارایی، کیفیت و اینکه حالا کارتون رو سریع راه بندازن، پشتیبانی قوی، اینا عالیه. یعنی من باشون کار کردم، هنوز بهشون به مشکل بر نخوردم. بقیه سایت ها هم همینطور، اینا هم خوبن. هر کدوم که دوست داشتید میتونید برید میتونید برید حالا توش ثبت نام کنید. خب حالا وقتی وارد سایت ملی پیامک شدیم، میریم قسمت تعرفه ها. اینجا یه سری تعرفه در اختیار ما میذاره که حالا اصلا ببینیم ما کدوم یکی از اینا رو باید بخریم. شما به عنوان یه دونه ادمین سایت، کارفرماتون میگه که پنل پیامکی میخوام، شما کدوم یکی از اینا رو باید خریداری کنید. ببینید بعضی از اینا، بذارید قسمت API شو بیارم. خب این API و وب سرویس. اوکی، میبینید که همه اینا تیک سبز خورده به غیر از این یکی. این یکی کدوم پنلشون میشه؟ میشه پنل پایه. پس پنل پایه خط میخوره برای وردپرس، چون ما پنلی میخوایم که API داشته باشه که بتونیم به وردپرس وصلش کنیم. پس این از این. پس میایم رو اقتصادی. 100 تا پیامک رایگان داره، یه خط اختصاصی هم داره. میگیم چقدر عالی. میایم پایین دوباره امکاناتش رو میبینیم، ببینیم کارفرما به ما چیا گفته، چه چیزایی نیاز داره کارفرما. بر حسب نیازمون بین این 3 تا پنل برای کارفرما خریداری میکنیم، بین اقتصادی، شرکتی و تجاری، که اونم میگم بستگی به اندازه سایت داره و تعداد کاربران سایت. که از اقتصادی شروع کنید خیلی بهتره. بعد از اینکه اینو ثبت نام کنید، یه دونه کد API میگیرید مثل همون درگاه. خب من فکر کنم اینجا پنلش رو دارم. خب این پنل منه که میبینید کلی اطلاعات جدید داره و اینجا شما میتونید با پشتیبانیشون در ارتباط باشید و قسمت وب سرویس API رو دارید اینجا که حالا میتونید API بگیرید ازشون. هر سال داشته باشید پشتیبانیشون بهتون پاسخ میدن. API که ازشون گرفتید، خب با یه دونه افزونه، اون افزونه میتونه هر چی باشه. اینجا افزونه رو نوشته، افزونه وردپرسی که میتونید باش کار کنید. میبینید کلی افزونه داره. افزونه پیامک وردپرس، پیامک ووکامرس، دیجیتس، کلی افزونه داره. از این بین دیجیتس خوبه و افزونه پیامک وردپرس. بخوام نمونهش هم بهتون نشون بدم، من خودم با افزونه پیامک وردپرس کار کردم. دیجیتس هم خیلی افزونه خوبیه، یعنی بگم شاید بالغ بر 70-80% همکاران از دیجیتس استفاده میکنن. ولی خب من از پرشین ووکامرس SMS فکر کنم استفاده کردم برای یکی از سایت هایی که دستمه و این هم میشه نمونهش. یه پنل داره که ما حالا میتونیم ببینیم و اینکه حالا پیامک های متفاوتی رو براش تعریف کنیم. میتونیم بگیم وضعیت پیاممون، یعنی
تو چه وضعیت هایی پیام رو دریافت کنیم. وقتی یکی سفارش رو پرداخت کرده پولش رو، وقتی یکی لغو کرد سفارشش رو، میتونیم اینا همه رو داشته باشیم با کلی پیام متفاوت که اینا همه رو توی خود سایت خودشون کامل توضیح دادن که اصلا چجوری این پیام رو میتونیم بنویسیم، برای کجا باید بنویسیم و اینا. فقط تو این ویدیو قصد داشتم که بهتون بگم که چجوری میتونیم ما این همه رو به هم وصل کنیم، کی وصل کنیم و چجوری میتونیم این کار رو ببریم جلو و حالا کاراییشون چجوری. همین، امیدوارم که شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.